نگاری ترک و تاجیکم کند صد خانه ویرانه به آن چشمانی تاجیکانه و میشگانی ترکانه. چرا در اطراف کلمه تاجیک امروز از نو بحث پیدا شده؟ در اطراف کلمه همسایگان ما بحث نمیکنن، خودی صاحبان زبان. ببینید یعنی این مسئله حل شده کلیدی است به منفعت، اما در ما این مسئله رو نیروهای گوناگون، قشرهای گوناگون، گروههای گوناگون مقصدناک، غرضناک به هدفهای معین از نو در فیسبوک، در روزنامه، در مجلات از نو احیا کردن، وگرنه نوشته استاد عینی برای ما بسنده است. واژه مقدسی تاجیک کی و از کجا پیدا شد؟ اصطلاح تاجیک، کلمه تاجیک، ظهور آن اساساً در لغتنامه هایی که نوشته شدند در عصرهای از 17 این طرف گوییم که قبلا، در همه به یک معنی است، به معنی فارسی زبانان عالم اسلام و قومی که در میان عرب و ترک زندگی میکنند، یعنی که از عربستان تا ترکستان در همین بین، یعنی که ایرانیان. تاجیک ملیت، به قول امروز ملت، قوم تاجیکستان یکی از مسئله های زبان تاجیکی مسئله های بسیار روزمره درگیر و کلیدی است. در خصوص پیدایش کلمه تاجیک تحقیقات های زیاده انجام گرفته است. معنی این کلمه چی است؟ معنی این اصطلاح چی است؟ این گپی دیگر است. در لغتنامه های ما نیست که این چی معنی دارد و با آموزش این اولین مراتبه اروپاییان شروع کردند و کاترمر، یکی از مستشرقان معروف فرانسه در عصر 19، اولین مراتبه با آموزش این شروع کرد و گفت که این به معنی فارسی زبان مسلمان است. و در همین وقت کمی پیشتر خانیکوف، عالم معروف روس، گفته بود که این به معنی تاجدار است و آن از همین عصر 19 شروع کرده با آموزش معنی این کلمه شروع کردند. تاجیکان اقوام آریایی هستند که در هزاره دومی قبل از میلاد مسیح در آسیای میانه و باختر زندگی کردند. دکتر موین در فرهنگ موین یاد میکند، میگوید که یک شعر دارد: ای مردم آزاده کجایید. آزادگی افسرد بیایید. در تاریخ قصه چون آزاده بخوانید، مقصود زی آزاده شمایید. بهترین دلیل برای ما که یعنی ما همون آزادگان بودیم که بعدتر با سببهای عینی و ذهنی با نام فارس، با نام عمومی، مثل اون که اقوام ترک با نام ترک زبان ترکی یاد میشدن، اما بعدتر زبانهای ازبکی دیگر امروز یاد میشن که قرقیزی یاد میشه، اما اونا نمیگوین که مثل ما گمراه نمیگوین که دعوا نمیکنن که فرض کردیم برادران ما که قرقیزا که زبان ما ترکی است، زبان قرقیزی است. ببینید چقدر. یا که ترکان نمیگن، برادران ازبکان نمیگن که زبان ما ترکی است، حالان که علی شیر نوایی زبان ترکی گفته است. حتی جامع میگه که به ترکی زبان نقش آمد عجیب میگه، یعنی ترکی زبان. اما امروز یعنی نام عمومیشون در اون دوره ترکی بود، زبان ما هم همچنین بود. از همین چیز برخورده، یعنی با نام زبان فارسی دری یاد میشد. اکثریت سرچشمه‌های تاریخی گواهی از آن می‌دهند که کلمه تاجیک اسم قبایل دها دایی بوده. پارت‌ها و اشکانیان دجیک، تاجیک خوانده شده‌اند. بعضی دیگر بر این عقیده‌اند که اسم تاجیک را ترک‌ها بر آریایی‌ها یعنی فارس‌ها گذاشته‌اند. گروه واژه تاجیک را از تای استخراج کرده. کلمه تاجیک را همچنین همریشه با کلمه یونانی تگلیس ددیک به معنای پیشوا ذکر کرده‌اند.
همه میگویند که کلمه دودیک در کتاب هرودوت است، در تاریخ او، و میگوید که دودیک ها قومی هستند در قسمت جنوب و غربی قندهار امروزه، یعنی که در قسمت های شمالی پاکستان، قسمت های شرقی شمالی پاکستان. و ما نمیدونیم که هرودوت اینا عیناً همین کلمه رو با یعنی که تلفظ یونانی اینا می نویسد یا که شرح اینا می نویسد، اینا ما خبر نداریم. در سرچشمه ها از ریشه تجری زبان سکایی نیز یادآوری شده است. کلمه تاوچژی که خیتایی ها نوشتند و میگویند که وای انا همین تاجیک در نظر داشته این گپا گفته است، در صورتی که اون سخنهایی که در اون کتاب آمده است در مورد تاوچژی، اون گفته است تاوچژی مملکتی است که در قسمتی در ساحل‌های بحر میانه زمین وجود دارد و در اونجا شترمرغ‌ها هست و بسیار سرزمین گرم است. اگر این سرزمین تاجیک است در ساحل‌های بحر میانه زمین، فرض کردیم سوریه و فلسطین و عربستان و اینجا، اونجا خیلی در حقیقت بسیار گرم است، شترمرغ نمیدونم دارد ندارد، اگر باشد حرف سر اونجا است. بعد دیگر اینکه چجی در خیتایی این تماما چیزی دیگر است، این معنی دیگر است. یکی از معنیاش مکان است، به معنای مکان است. او را گفته نمیشه که همون را جیک تاجیک گوییم. این گونه خلاصه براری ها بسیار نامطلوب است. بعضی از دانشمندان پیدایش واژه تاجیک را به معنویت آیین زردشتی نسبت دادند. تایم در ملت ما چی نام داشت؟ از اینجا در سرچشمه ها مثلا تاج یعنی کلاهی که یا که تاجان شهریاران در سر میگذارند، تاجوران، یعنی ملت تاجوران است، همون تاج است. شرح درستی کلمه من گمان میکنم اگر ما به هر طرفی که میکشند دانشمند به هر غرض میگن، اصلش من گمان میکنم همینجا، یعنی ما ملت دولتدار بودیم، یعنی تاجداران دولتداران بودند و وقتی که به تخت تاج البته عادی نبود و تاج زرین بود که مثل بیرق، همان مثل درفش کاویانی با زرحل، با زیور، با طلا زیب و زینت داده شده بود. از همین جا بیرون میآید و یک قوم قدیم به قول استادین، قوم معظم که از قدیم در ماوراءالنهر در آسیای میانه این قوم بومی، قوم قدیم زندگی میکرد. و قید کردند که واژه تاجیک از کلمه تاج یا خود تاجی گرفته شده است. اگر تاجیک بسیار کلمه افتخاری است، تاجدار است و امثال این، برای چه فردوسی بزرگ باری از او یاد نمی کند؟ برای چی از خردترین اقوام آریایی یاد می کند؟ از تمام مطاعت و از ختلانی یاد می کند، از بدخشی یاد می کند، از فرض کردن تاخری یاد می کند، از دیگر تا مازندرانی و همه را نام می برد و از تاجیک نام نمی برد. برای چی؟ برای چی دانشمندان ما سر این مسئله فکر نمی کنند؟ بعضیا فکر میکنن و میگویند که چون در اون دوره همه تاجیک که بود حاجت به گفتن این نبود، برای همین فردوسی نگفت. از آنجا که آریایی ها کلاه‌های تاج مانند به سر میکردند، آنها را تاجی یعنی تاجدار میگفتند که آهسته آهسته شکل تاجیک را گرفته. ملت ما اساساً با نام دهقان و آزادگان یاد میشد. شما اگر کسی تاریخ ملت را خوب شناخته باشد، مطالعه فراوان برخوردار باشد، هیچ وقت رویکی یا که با غرضهای دیگر، اندیشه‌های دیگر صحبت نمی کند. از دیدگاه علم به مسئله نزدیک شدن در کار است.
олимон иброз медоранд ки дар бораи вожаи тоҷик тадқиқотҳои дақиқ дар нимаи аввали қарни 19 аз тарафи донишмандони ғарб анҷом гирифтааст. агар шоҳномаро ба хотир биёрем, осори рӯдакиро ба хотир биёрем ки дар осори шоирони асри дар ҳама ҷо озодагон аст. мақсуд аз озодагон ки аст? тоҷикон ва форсо. он касе ки намояндагони қавми эронӣ ки дар хонаашон, яъне бо забони модариашон забони тоҷикӣ форсӣ аст. бинед имрӯз ҳам ан ҳамин ду қавм, мо форс ва тоҷик қавме ҳаст ки аз ҳамин тамаддуни ориёӣ суҳбат, яъне забони модаришон забони чи аст? тоҷикӣ форсӣ аст. намоянда ан ҳамин тоҷик аст ки дар он замон бо номи деҳқон ё ки озодагон ёд мешаванд. шурӯъ аз соли 1823 аввалин тадқиқотҳо оиди пайдоиши калимаи тоҷик оғоз шуданд. дар баъзе аз маъхазҳои таърихӣ омадааст ки тоҷик ҳамон қабоили даӣ аст ки дар портҳо ва ашкониён бо номи даӣ, даҷик ва таҷик хонда шудаанд. иддаи дигари донишмандон пайдоиши номи тоҷикро қабл аз даврони араб маънидод кардаанд ва онро мансуб ба забони тоҷикии кӯҳани мардуми тахористон дониста қидомати номи тоҷикро 1000 сол қабл аз мелод арзёбӣ кардаанд. номи тоҷикро ба решаи тажи забони сакоӣ низ мансуб медонанд. мувофиқи аксари сарчашмаҳо тоҷикон ориёиҳоеро меномиданд ки дар сарзамини ориён сукунат доштанд. аммо мо араб нашудем, мо форс мондем. хушбахтона давлати сомониён ки то ҳамадона 50 сол раю ҳамадон, яъне ки теҳрон дар зери итоати сомониён буд ва забони форсии дарӣ дар ҳамин давра шакли илмӣ гирифт, дар унҷоҳо мунташир шуд, унҷоҳо форсигӯ шуданд. шарҳи номи тоҷик дар аксари фарҳангномаҳо ба маънои тозик, ғайри араб ва ғайри турк омадааст. дар фарҳанги бурҳони қотеъ тозик ва тоҷик ҳам маънои тоҷик аст ки ғайри араб ва ғайри турк бошад. дар луғатномаи англисии Оксфорд тоҷик ба маънои форс омадааст. дар луғатномаи туркӣ низ тоҷикро аҳли форс маънӣ дод кардаанд. баҳор дар сабтшиносӣ овардааст ки ориёиҳо аз қадим ба мардуми аҷнабӣ тоҷик ё тозик мегуфтанд. арманиҳо ҳам бо номи таҷик ёд карданд мардуми ҳаминҷара. гап дар сари он аст ки қабл аз ислом тамоми империяи бузурги Эрон, тамоми мардуми Эрон арабҳоро бо номи тозик ёд мекарданд. тозик яъне чӣ гуфтани гап? дар қисматҳои шарқии арабистони имрӯза қабилаҳои тоӣ, яъне ки бо номи тозик зиндагӣ мекарданд ва аз ин рӯ онҳоро бо номи тозик мешинохтем. ва арманиҳо ҳам дар ҳудуди ҳамин давлати империяи бузурги Эрон буданд. онҳо ҳам ҳамин мобарин таҷикшон мегуфтанд дар лаҳҷаи худшон. ва хитоиҳо ҳам ҳар чизе ки мешуниданд аз мо ҳамун тарафа тазик мегуфтанд, чи таочжи ё ки амсоли ин мегуфтанд, даши, яъне онҳо арабҳоро мегуфтанд, на мо. вале тадриҷан ин ном ба мардуми ориёӣ насб шуд. ин вожа дар ибтидо тозӣ талаффуз шуда рафта рафта шакли тозикро гирифт, вале дар Туронумо ва Роъуннаҳр тоҷик мегуфтанд. ҳамин тавр ин калима ба форсиён итлоқ шуд. фирдавсии бузург дар ҳамин ҳол аст, мегӯяд ки зи гӯшти шутур хӯрдану сӯсмор арабро ба ҷое расидасту кор, ки тахти каёнро кунад орзу, тфу бар туяи чархи гардун, тфу. бин ки зидди араб чӣ мегӯянд дар асри 10, дар асри 11. барои ҳамин ин калимаро, ин истилоҳро мо қабул надоштем, бисёр ба мушкилӣ ина қабул кардем. баъд аз оне ки ҳама мусулмон шуду муътабар шуд ин истилоҳ ва гуфтем ки тамоми эронзамин бо номи тоҷик ёд мешуд, то ҳатто давлати музаффариён ки дар шероз аст. шероз ғарби Эрон аст имрӯз. дар намуҷа давлати оли музаффар буд. як гурӯҳ хуросониён рафта дар онҷа давлат таъсис дода буданд. ана ҳамин давлати бузург вақте ки амир Темур ҳуҷум кард ва ба шоҳи Туркия, ба Боязид навишт ки биё мо якҷоя шавем ва
دولت مظفریان رو نابود کنیم. بایزید شعر نوشت، اون وقت هم با فارسی می نوشتن، نوشت که فروزادگانی مظفر چیند؟ زی نسلی کدام و نژادی کیند؟ دو سه سوست تاجیکی ناکرده کار، از ایشان چی آید گهی کارزار؟ در عصر 14 اینا دوره امیر تیمور، آن همین دولت، یعنی که غربی ایرانه، میگوید که این دولت تاجیکا است. قابل ذکر است که تاجیکان قبل از ورود اعراب تحت همان آیین‌های اوستایی خود زندگی می‌کردند. شما وقتی که ابن خلدون رو میخوانید، ابن خلدون پر قوم‌های عرب شرح و بحث می‌کنه که اینا چگونه مردم هستند. ابن خلدون خود عرب است. آن همون دوره رو میگوید. و بینید که شما امپریای بزرگ ایران بزرگ بینید، شما در اینجا تمدنی والا، دینی که چندین هزار سال در عالم حکمرانی میکند، کتاب بزرگ اوستا در تمام عالم منتشر است، فرض کردیم تمدنی به نهایت وسیع است، مرکزهای بزرگ علمی هستند، فرض کردیم در گوند شاپور اینجاها. و این مردم چگونه با یک خلق بدوی نیمه وحشی میاد دین او را قبول میکند و امثال این. برای همین این سخت تحقیری بود برای ما. و قبول کردن دین و آیین نو برای آنها آسان نبود. از همین لحاظ بر آنها اسمی تازه داده شد، یعنی آریایی عرب شده. در یگان کتاب دوره سامانیان این کلمه وجود ندارد. گپ در سر آن است که این کلمه در ابتدای ظهور خود برای ملت ما تحقیری بود. تحقیری به چگونه؟ اکنون میایم به نظریه دوم که اثبات آن همین است که نفرای گفتن که تاجیک به معنی ایرانی فارسی زبانی مسلمان شده است. ما از تاریخ میدانیم که وقتی که عرب ها هجوم کردند و هر منطقه را که میگرفتن به مرکز خبر میدادن که ما فلان جا را عرب کردیم، و تا حتی در باره بخارا می نویسن که به نزدیکی اینها رو ما عرب کردیم، عرب شدند. این نمیدونم به معنای کاملا عرب شدند یا که مسلمان شدند. گپ سری آن همین می رود. همین گونه خبر در تاریخ تبری هست که مردم مصر، درباره مردم مصر به مرکز خبر دادن که مردم مصر را عرب کردیم، قسمت‌های از افریقیه را عرب کردیم. اما واقعا همون طرف عرب کردند. امروز مصر عرب است، شام هم عرب شد، اونجا عرب نبود. عراق هم عرب شد، نصف عراق شرقی همه ایرانی بودن، تاجیک بودن، قوم‌های آریایی بودن، همه عرب شدن. یعنی که مقصد این بود که قسمت‌های شرقی خلافت هم باید همه عرب کرده شوند. عالمان تا به امروز این اندیشه رو دستگیری کرده شرح واژه تاجیک رو همان آریایی می‌دانند. بعد این نام هم آهسته آهسته ظهور کرد، در کتاب‌ها بیرون شد و او را ما قبول داشتیم بعد و آهسته آهسته برای ما عزیز و محترم گشت. از این نقطه نظر است، اما در ابتدا قبول نداشتیم. محقق بزرگ طباطبایی در این خصوص گفته است پس تاجیک همان عجم و فارسی زبان است. واقعا وقتی که رجوع به ادبیات پرقناوتی نیاگان میکنیم در میابیم که کلمه تاجیک در سر تا سر اشعار شاعران گذشته ما جای دارد. واژه تاجیک در ادبیات اگر به تخصصی باشه از در عصر 11 البته پیشم بود، در عصر 11 در شعر اولین بار در آثار عنصری پیدا شد به کلمه تاجیک رو برو میشم. چنانه که سعدی بزرگ فرموده شاید که به پادشاه بگویند ترکی تو بریخت خون تاجیک. من بعد در ادبیات ما تا امروز این واژه
چهره خود را نشان میدهد به معنای های گوناگون استفاده شده است در مقابل یا که در تضاد با کلمه ترک و تاجیک است. جامعه بزرگ نیز در خصوص دوستیش با علیشیر نوایی چنین میگوید که او یک ترک بود و من تاجیک، هر دو داشتیم خویشی نزدیک. مفهوم تاجیک گفتم که الکه از زبان قدیم یاد میشه، در دیوان عنصری یاد میشه، در سعدی یاد میشه، طالب عمولی یاد میشه، در همه جا حضور دارد. حتی در یک اثری که در عصر 15 نوشته است درباره مبارزه استقلال خواهی تاجیکان میگوید، بعد یکی از ویای مغول میگوید که این تاجیک میخواهد که با دعوای استقلال خواهی کند. بینید یعنی استقلالی از بین رو بود. میگوید این تاجیک جنگ را نمیداند. بینید یعنی ما ملت صلح بودیم الکی بعد سامانیان، یعنی با نام سارت یا که تاجیک یاد میشه در سرچشمه. در ادبیات فارس و تاجیک همیشه واژه تاجیک جایگزین پارسی و یا پارسی زبان بوده است. البته در آثار بعد از عنصری، در آثار خاقانی، در آثار ادیبان دیگر تست واژه با واژه تاجیک، ترک و تاجیک در آثار نصری ما میخرم سعدی را به خاطر بیاره ترک تو بریخت خونی تاجیک فرض کردیم. یک حمله کامد شب و تاریکی، چستی کن و ترکی کن نه نرمی و تاجیکی. در آثار ناظم هراتی من امکان نیافتم که اون بیت بسیار مشهور است که در فکری نوایی که در شعر نوایی فکری تاجیک در اونجا آورده است. طالب عمولی میگه که کار از این ترک طبیبان نکشاید طالب، رو مسیح بیطلب تا که کند چاره ما روحی. و در جای دیگر میگه که تیغ می باید کشود و شعر می باید کشید شنفت، نیست در ترکی نمک تاجیک می باید شدن. بینه حتی شاعران نویسندگان نیروهایی بودن که همیشه مقاومت میکردن، از روح ملی دفاع میکردن در همون دوره بی‌دولتی. اگر به زاویه تاریخ نظر کنیم خواهیم دید که تاجیکان از همان آغاز همیشه مبارزاتی داشتند با اقوام بیگانه. در زمان شوروی وقتی که جمهوری تاجیکستان تأسیس داده میشد میگفتند که زبان اینها زبان ایرانی است، خط اینها خط اسلامی است. هم ایرانیت از اینها نابود کردن در کار، هم اسلامیت. برای همین خط فارسی پر از میان برداشته شد. زبان ما پر از معاملات بین المللی که در آسیای میانه بود پر برداشته شد. زبان فرض کردیم ازبکی در ازبکستان، قرقیزی در قرقیزستان، ترکمنی در اونجا نباشد، در اینجا در امارات بخارا در قوقند همه زبان تاجیکی بود، فارسی بود. انا با همین نامی که این دینی و ایرانی است، یعنی که اینا ایرانی هستند و مرکز دولت روسیه هم تا خیلی وقت تاجیکستان جمهوری حساب نکرد. قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان شد. درباره تاجیکستان هیچ حرفی هم نیست، تا حتی یک ولایت هم نکردنش. گفتن که اینا ایرانی هستن، این زبان یا زبان اسلامی است، اینا رو گم کردن در کار از اینجا. تا حتی خود تاجیکا هم بعضی از تاجیکا در دولت بودن همین دستگیری کردن. تا حتی در همین دوره است که استاد عینی به همین نظریه راضی شدن که گفتن که این تاجیک است، این تاجدار است، این مسلمان شده چی نیست. یعنی که این زبان این فارسی نیست، این ایرانی نیست، این زبان این تاجیکی است. با دلیل ها هم خیلی اثبات کرد تا اینکه همین جمهوری تأسیس شود. اگر امروز استاد عینی را برداریم و پرسیم که استاد شما دنیا را بینید چه خیل شد، آیا با همین سخنهاتان میماند؟ و از همه این دست میکشد. اون زمان همون خیل بود. این جمهوری را ساختن لازم بود، دیگر علاج نبود. در دوران شوروی باشد استاد صدرالدین عینی توانست که این باری گران را زیر شانه‌های خسته خود حمل کند و از تاجیک و واژه مقدس تاجیک دفاع نماید. استاد عینی می نویسد حالا جمهوری تاجیکستان نیست. تاجیکان خلق فارسی زبان آسیای مرکزی و خراسان
که از زمانهای قدیم به اینها نام تاجیک و به زبانشان زبان فارسی لغت داده شده است. عمر عینی از برای خلق صرف خامه شد. خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. یعنی شهادت نامه ملت تاجیک این عینی و آثاری بود. پس از انقلاب اکتبر یک گروه دانشمندانی پیدا شدند که زبان، ادبیات و موجودیت ملت تاجیک را انکار کردند و دشمنان ملت تاجیک یگانه زمامداران آسیای مرکزی را از دولتداری محروم ساختند. شاعر میگه که راهنمایان زمان ما همه ره میزنند، آن همین گمراهان. زان میان راست اگر دیدیم عصای کور بود. ما باید دانشمندان موظف مسئولیم که سری موی به انحراف، به خطایی، به گمراهی راه ندیم، چنانه که در پایان عصر 19 با احساس داده شدیم، به گمراهی داده شدیم، آخری کار را مشاهده نکردیم. قریب بود که از آزادی خود، از ارزش‌های ملی خود خب محروم شویم. خوشبختانه نیروهای معین، خب نیروهای سالم، اندیشمندان، ضیایان بودن که پیدا شدن که ملت ما را، دولت ما را از محوشوی نجات دادن. واقعا استاد عینی توانست با اقتدار ذهنی خود از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی خویش دفاع کند و ملت بزرگ تاجیک را از ورطه نابودی رها سازد. و یگانه نفری که در راه مبارزه جان خود در خطر گذاشت استاد عینی بود که با هر دلیلی که یافت کار کرد که همین ملت، همین دولت تأسیس داد. از عالمان روس استفاده برد، از برتال استفاده برد، از سمیانوف، از دیگرها، هر کسی که بود و نبود. درباره واژه تاجیک هم، پیدایش کلمه واژه تاجیک هم مثلا همون شرحی که در لغت‌ها داده شده است، استاد عینی داده است. بهترین تاجیک شناس، بهترین معلومات، بهترین مقاله و تا امروز هم مقاله کلیدی، مقاله سرمشق، مقاله استاد عینی است امروز هم. در حوزه ادبیات واژه تاجیک که شکل قدیمی آن تاجیک است به معنای فارسی زبان فراوان به کار رفته است. ما از اصطلاحات تاریخی خود دوری جستیم و دشمنان ما امروز میگن که واقعا هم اینا همین تاجیکستان تاریخی در کیم کجای داشتن، اینا این ایران زمین به اینا دخل نداره، اینا خودشون تاجیک زمین ساختن. بعضی دانشمندای ما امروز میگن که ما را شوروی تأسیس داد، ما ملت دوره شوروی هم. همون دشمنان بیرونه ما هم همین دانشمندای ما را اقتباس میارن که خودشون میگن همین خیل هستن. ببینین که ما را به چه گمراهی بردن از داخل و از خارج و ما خود نمیخوانیم، مطالعه نمیکنیم، نمیدانیم. در اینستیتوت تاریخ ما یگان اثر تاریخی ملی ما به زبان، به خط کریلی تاجیکی نشر نشده است که این ملت بخواند و بفهمد که چی تاریخی دارد. شرقشناس مشهور روس ولادیمیر برتلت گفته است مطالعات ما درباره آسیای میانه نشان می‌دهد که مردم بومی آن آریایی‌های تاجیک نژاد بودند. تاجیک آزادگان باید همین خیلی غرور ملی داشته باشد، همین خیلی افتخار ملی داشته باشد و در جای اول افتخار ملی در جای اول همیشه باشد. از گهواره ما باید در روح خودشناسی ملی، در روح اوستا دوستی، در روح جمشید دوستی، در روح ملت دوستی، در روح سامانیان دوستی، در روح فرهنگ ملت دوستی مردم را، جوانان را تربیت کنیم، خصوصا از مکتب میانه. حق به جانب این عالم بزرگ است. مولانا میگه که در آغاز مثنوی که پس بدی مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. اونا از همون ملت ما است. انسان همیشه فریب میخورد، اونها باید فریب نخورند، راه درست را انتخاب کنند. زیرا واقعا تاجیک از قدیمترین باشندگان آسیای میانه است. یعنی تاجیکان مردمی اصلی و بومی سرزمینی آریایی بودند.
تمام کتاب‌های عصر میانگی را بگیرین بخونین، در تمام جا کنی دانسته برای من اینا برای خودتان دلیل پیدا کنید که انا همین سرزمین تاجیک نیست، با نام سرزمین تاجیک یاد کرده نمی شود. رشید ادین تمام کتابش بینید، کتاب سیفی هیروی را بینید، کتاب جهانکشا را بینید، کتاب بزرگ روضات الصفا را بینید، کتاب‌های خواندمی را بینید، کتاب‌های میرخواند و حافظ ابرو اینا را بینید. مگر در همه همین ها آسیای میانه تاجیکستان همینجا با نام مردم تاجیک یاد نشده است؟ تمام کتاب‌های همین دوره خیتای بینید، مردم‌های قفقاز بینید، کتاب‌های هندی را بینید، مگر همین مردم با نام تاجیک یاد نشده است یا که با نام دیگر است؟ امروز ما میایم که کدام قبیله که هرودوت گفت که ددیک در فلان جا یک قومی است و ما در آن همون چسبیدیم و کجای یک چینی گفت که تاچجی مملکتی است در ساحل‌های بحر میانه زمین و ما ایرا تاجیک گمان کرده آن همونجا را قبیدیم. اصل معنی را تمام سرچشمه‌های بزرگ ملی که گفتگی هستند که تاجیک کی است، چی است، در کجا است، از این صرف نظر کرد. تاجیک همان آریایی است که با مرور زمان این اسم را به خود گرفته و امروز که در سرتاسر دنیا با این نام ما را میشناسند، از این واژه همیشه باید دفاع کرد. ابراز می‌دارند دانشمندان ما. امروز باید که ما از این اصطلاح چون از جان خود دفاع کنیم. همین جان منشغل است، همین اصطلاح جان ما است، نام ما است. گذشتگان ما گفتگی هستند که نام آدم جان او است و نصف جان او است، نام آدم، اما نام ملت تمام جان ما است. ما باید از او همه وقت حفاظت کنیم. همین نام است که ما را با تمام گذشته خود میپیوندد. همین نام است که امروز ما را نجات میدهد. ما در دیگر گوشه که این ملت است فرض کردیم، برای چه گذشتگان ما تاریخ تاجیکستان نگفتن، تاریخ خلق تاجیک گفتن؟ یعنی که خلق تاجیک در ایران است، در افغانستان است، در ازبکستان است، در دیگر جا است. یعنی که ما تمام تاریخ همین خلق باید بخونیم، آگاه باشیم و افتخار کنیم. همه وقت ما یکدیگر را باید دوست داریم. این اصطلاح پیوندگری نه تنها داخلی دولتی ما است، بلکه تمام خلق تاجیک در تمام دنیا است. برای همین این اصطلاح برای ما همه وقت عزیز محترم است. خوشبختانه ما در قلمرو ارزش‌های ملی، همون ارزوهای فردوسی است که اونها می‌خواستن که نصرالله فلسفی میگوید که هنوز است ارزوی فردوسی، البته در کشور خودش میگوید اما عملی نشده. فردوسی میگوید در جستجوی دولت ملی و راهبر ملی بود. ما امروز خوشبختانه این را داریم، ما صاحب دولت ملیم. با استناد اکثری منابع تاریخی میتوان گفت که تاجیکان یکی از اقوام بزرگ آریایی هستند که دارای تاریخ و تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله می باشند. ما ملت تاجیک همین اصطلاح برای همین تاجیکستان تنها باید که نصب نکنیم. ملت تاجیک چخیلی که آزی گفته آمدیم تمام ایران زمین تاجیک است. در اینجا یا ترک است یا تاجیک، تمام. گنجینه های فکری و معنوی ملتی که هم بنیادی ما تا به امروز به زبان های گوناگون دنیا ترجمه و نشر شده اند. ما باید از این گمراهی که دانشمندان ما را فرا گرفته است بیرون بیاییم. یعنی خود با ریشه خود را از بین نکنیم. ما امروز در جغرافیای دیگر، در قلمروی دیگر، در حالت دیگر، در حالت استقلال قرار داریم. یعنی این چیز مسئله حل شده است. این سرزمین از ابتدا تا به امروز با فرهنگ‌های مختلف روبرو بوده. در درازنای گسترده تاریخ همه ارزش‌های بزرگ فرهنگی، تمدنی و هنری انسانی را پذیرفته، همزمان با آن همیشه از هویت فرهنگی و زبانی خود پاسداری کرده است و خواهد کرد.